رشته کوه زاگرس حاصل یک فرایند کوهزایی پیچیده است و قدمت قدیمی ترین سنگ‌های اون به زمان پریکامبریان و پالئوزوئیک برمیگرده. به گفته هرودوت، ایرانیان به علت شباهت این رشته کوه به طاق اون رو پاتاق نامیده بودند. در دوره مادها یکی از اصلی ترین مسیرهای ایران به بین النهرین گردنه پاتاق یا جاده کرمانشاه به قصر شیرین امروزی بود. رشته کوه زاگرس همواره یکی از موانع طبیعی در مقابل حملات مهاجمان بود. پس برای حکومت‌ها اهمیت استراتژیک داشت، به طوری که بر سر حکمرانی اون درگیری‌هایی سر می‌گرفت. جالبه بدونید در منابع جغرافیدانان مسلمان اسمی از زاگرس نیومده، بلکه طبق نوشته‌های ابن حوقل به اون بهستون یا بیستون گفته می شده. رشته کوه زاگرس منابع نفتی ارزشمندی رو در دل خودش داره که اهمیت اون رو صد چندان میکنه. همچنین این رشته کوه از دیرباز مأمن اقوام، تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلفی بوده. در برخی منابع هم به اسب‌های پرورش یافته در این رشته کوه اشاره شده و از اونها به عنوان اسب‌های چموش و چابک یاد شده. رشته کوه زاگرس همونقدر که میتونه یکی از هیجان انگیزترین مکانها برای زمین شناسان باشه، انسان شناسان رو هم شگفت زده میکنه و همین موضوع باعث شده محققان و مورخان سالها بر روی این رشته کوه تحقیق و بررسی کنن و هنوز هم در حال کسب اطلاعاتی باشن که برای دنیای علم و تاریخ جدید و حیرت انگیز تلقی میشه.